آیت الله ناصری میفرمود که زمان سابق، زمان شاه، کافی آمد اصفهان، شیخ احمد کافی خراسانی خودمون، کافی منبری معروف، گفت کافی آمد یک دهه مثلا مسجد شاه اصفهان منبر. کافی که منبر میرفت یک جا، تمام مجلسا و روزها تعطیل میشد. یعنی دیگه کسی نمی آمد پای روزه من حاتمی بشینه وقتی کافی منبر میرفت 3 تا کوچه او برتر. کسی تو هیئت ما نمی آمد، کسی تو روزه ما نمی آمد. مردم اتومات همه میرفتن پای منبر و روزه ای که شیخ احمد کافی، خدا رحمت کنه. حالا شب جمعه اینا به یادمون میاد، تو بهترین جا، تو روزخانه ها، اینایی که به ذهنتون میاد قدر بدونید، تو دلتون یک خدا بیامرزی بگید اینا هم از خوبی ایناست ها. در بهترین جا اسمشون تو ذهن آدم میاد. آیت الله ناصری میگفت کافی آمد وقتی منبر رفت یک دهه تمام مجلسا تعطیل شد، همه مردم برفتن اونجا. اتوماتی ابوالهیئات، ابوالمواکب، هیئتیا، میاندارا، رئیس هیئتها، آخوندا، منبریا، روزخونا رو کافی گارد گرفتن، چون کسی پای منبر من نمی آمد، همه میرفتن پای منبر کافی. خدا نکنه ما مقدسا با یکی بد بشیم، ریشه کنش میکنیم، از بیخ میزنیم، فاتحش میکنیم. مردم همه میرفتن پای منبر او، پای منبر من نمی آمدن، اوقاتم تمام شد. مجلس او میرفتن، علمدار نمی آمدن، اینا دیوانه میشدن. هیئت اونا میرفتن، هیئت‌های دیگه نمی آمدن، این هیئتیا، علم کشا، روزخونا، منبریا، همه گارد گرفته بودن که فلان فلان شده آمدن مجلس ما رو کساد کرد. شروع کردن زیرا به کافی رو زدن. آقای ناصری میفرمود، گفت مردم از کافی تعریف میکردن جلو اینا و جلو مقدسینم یک جور دیدید مقدسینم قشنگ میزنن، همچه خیلی قشنگ طرف رو فاتحه میخونه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمود هر کس از من غیبت کنه فدای سرش، من میبخشمش، چون خیلی غیبتش میکردم. میگفت تنها گروهی که من ازشون راضی نیستم، شوخی میکرد، میگفت تنها گروهی که من از غیبت کردنشون راضی نیستم طلبه هاست. گفتن چرا طلبه ها؟ میگفت طلبه ها علیکی غیبت نمیکنن، اول طرف رو واجب الغیبه میکنن، فسقش رو ثابت میکنن، وقتی فسقش ثابت شد غیبتش میکنن، علیکی خودشون گناهکار نمیکنن. اول طرف رو واجب الغیبه، جایز الغیبه میکنن، بعد غیبت میکنن ازش. مردم کوچه بازاری غیبت میکنن، بعدن میگن خدای ما رو ببخش ما غیبت فلانی رو کرد. مقدسین بخوان بزنن بد میزنن. میگفتن شیخ احمد کافی چی روزه‌ای میخونه، چی یا صاحب الزمانی میگه، چی پاکتی میگیره، بگو چی پاکتی میگیره، یا واشکی همینجوری میگفت، طرف شل میشد. آقا نمیدونید این چی اشکی از مردم میگیره، چی آدمیه، چی منبریه، ای بابا ماشین بنزشه چیکار کنه؟ اون زمان آخونده همه فلوکس داشتن، این ماشین بنز سوار میشه، چی پاکتی میگیره. آقا این خیلی آدم خوبه، درجه یکیه، انجمنی آقا جان. هر یک تیکه منداختن، یک تیکه. میگه اینقدر بر علیه کافی حرف و حدیث زیاد شد که ماهایم شک کردیم، گفتم راست میگه، این شاید مشکلی داره، حرف بی حساب نمیزنه، نگاه بنز سواره دیگه. خب کافی بنز نداشته باشه کی بنز داشته باشه؟ پاکتش نگاه چی پاکتی گرفته از فلانی، از فلان مجلس، بنزش نگاه کن. میگه ماهایم دل به شک شدیم. آیت الله ناصری میفرمود یک بنده خدایی رو من میشناختم، این آخون نبود ولی گاهی محضر امام زمان مشرف میشد، دورا دور من میدونستم بدون اینکه به کسی بگم. یک دفعه رفتم پیشش باش صحبت کردم، گفتم آقا جان این دفعه اگر خدا توفیق داد محضر حضرت صاحب مشرف شدید سوالی همیش بپرس کافی چی کاره؟ این از یک طرف واقعا یک یا صاحب الزمان عجیب میگه، دل سنگ آب میشه، از یک طرف بنز سوار میشه، از یک طرف یک روزه آنچنانی میخونه ولی از یک طرف میبینیم یک پاکت آنچنانی هم میگیره. ببینید چند چه کار است. گفتم ممنون علینا به رضا، یک کاری بکنه امام زمان از ما راضی بشه. میگه این از این بنده خدا که امام زمانی بود پرسیدم، بعد از مدتی آیت الله ناصری میگه این دیدم، گفتم آقا چیکاره محضر آقا مشرف شدید،
به زبان بی زبانی بهم گفت بله مثلا خدمت آقا. گفتم اون سوالی که در مورد شیخ احمد کافی داشتم پرسیدی؟ گفت بله. گفتم چی گفت؟ آقا چی گفت؟ گفت وقتی از شیخ احمد کافی سوال کردم حضرت صاحب فرمود متعرض کافی نشید، متعرض کافی نشید، او مروج ماست، او مروج ماست، از ما ترویج، همینقدر، متعرضش نشید، او مروج ماست. ومنون علینا به رضا، خدایا یک کاری بکن امام زمان از ما راضی بشه، او از ما تعریف کنه، او بگه او مروج ماست، متعرضش نشید. ومنون علینا به رضا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره، دعای امام زمان رو شامل حال ما کن، رأفت و رحمت امام زمان رو شامل حال ما کن، یک کاری بکن که ما محبوب امام زمان بشیم، با تمام بدی و خرابیمون ها محبوب امام زمان بشیم، که او از ما دفاع کنه، بگه متعرضش نشید، او مروج ماست. آیت الله انصاری شیرازی نقل میکرد، از علماء بزرگ قم بود، شاید اول فقیه، اول فیلسوف قم بود، ملا مجتهد با سواد، بی زبون، زبونی نداشت، بیان نداشت، تیپ و قیافه آنچنانی هم نداشت، ولی تا دلتون بخواد ملا بود و با سواد بود. آیت الله انصاری شیرازی زمان شاه تبعیدش کرده بودن، آخونده علما رو تبعید میکردن. آیت الله مکارم شیرازی رو مهاباد تبعید کرده بودن، رهبر تو ایران شهر تبعید کرده بودن، آقای مثلا راشد یزدی رو کجایک تبعید کرده بودن. آیت الله انصاری شیرازی شاگرد امام بود، ایشون رو تبعید کرده بودن نائین. خب اینایی که اسم و رسم دار بودن، مکارم شیرازی بود، بالاخره اونا تحویلش میگرفتن. مثلا آقای راشد یزدی منبری و بالاخره جلوی خودش درو میکنه، منبری زبوندار، هر جا میرفتن تحویل این ملا بود، مجتهد بود، فیلسوف بود، فیلسوفا رو همه فحش میدن و زبون هم نداشت، قیافه هم نداشت، بنده خدا فرستاده بود نائین. مردم هم نگاه میگفتن اینو به چی تبعید کردن، اصلا این چیکار داشته بنده خدا، چیکار به شاه داشته، ولی خب ملا مجتهد، ولی خب ساده مظلوم. خب چون شلوغ کار نبود، کسی نمیشناخت، یک خانه نمناک نمور تاریک هم بهش داده بودن، مردم هم دور و بر اینا نبودن دیگه، تبعیدی بودن. خود ایشون میگفت، آیت الله انصاری شیرازی چند سال پیش مقام معظم رهبری رفته بود قم، با مراجع تقلید دیدار، روبروش آیت الله مکارم شیرازی، ای بر آیت الله نوری همدانی، کنار دستش یک شیخی نشسته، همینجوری گردن کج نشسته، او انصاری شیرازی کنارش نشسته، یعنی آدم خیلی مهمیه، خیلی آدم ترازیه. گفت من در نائین تبعید بودم، خانه نمور، نمناک، تاریک، غریب، روماتیسمم داشتم، نمناکی خانه زده بود، پاهام شل شدم، رسما فلج شدم، غریبی، بی کسی، تبعیدی، خانه خرابی، مریضی، شلیت، دیگه نوران علی نور بود، نائین بود. خدا بیامرز کافی، حالا از کافی گفتم آمد دیگه به ذهنم، کافی از اصفهان که منبر رفته بودم، این 10 روز اصفهان، آمد نائین، از نائین بیاد یزد، از یزدم بیاد مشهد. گفت کافی رسید نائین، هر جا می رسید کافی دیگه ابرقدرت منبر دنیای شیعه بود دیگه برای خودش، هر جا که می رسید میپرسید از آقایون علما کیه اینجا، کی تبعید شده، اینا احوال چه بپرسید، میرفت خبر میگرفت. گفتن یک شیخی شله به نام انصاری شیرازی. انصاری شیرازی شل نیست، ایشون میشناخت دیگه و همشون، وای انصاری کجای؟ گفتن تو نائین فلان جا تبعیده. چرا شل؟ گفتن آقا ایشون فلجی افتاده، اصلا حرفم که نمیزد هیچی، الحمدلله رایم نمیره دیگه، کلا دوگانه سوس شده بخور. آقای انصاری شیرازی میگه آقای کافی شنید که من اینجام، گفت من میخوام ببینمش، منم که پا نداشتم نمیتونستم برم، گفتم خبر بهش بدید، سلام برسونید، بگید که من نمیتونم بیام خدمت شما، عذرخواهم، باشه یک وقت دیگه، الان نمیخوام وقتتون رو بگیرم، که ایشون نیاد پیش من، نیاد، چون کافی بود برای خودش. تا بهش گفتن، گفت ما میریم دیدنش، حالا اون نمیتونه، مریض احوال، ما میریم. میگه خیلی من معذب بودم او با او شخصیتش بیاد دیدن من. میگه آقای کافی آمد با همون بنزش، وقتی هم که کافی می آمد تمام تجار شهرم پشت سرش بود،
آمد اولی خانه رو نگاه کردی، خانه نمور و نمناک دید، اول یک شکم سیری تجار ناینه فوش داد، خوب اینا رو فوشکش کرد. شما این شیخ ملای با سواد فقیه فیلسوف عالم استاد و اخلاق انصاری شیرازی رو آوردید اینجا، خوب اینا رو تو تشر کرد. ما نمیشناختیم، ما خبر نداشتیم، خانه‌ش عوض کنید، چشم، بهترین خانه در اختیارش میگذاریم. آقای انصاری میگه من شل تو خانه افتاده بودم، یک مرتبه دیدم کافی خراسانی آمد، تنها آمد دیگه، اینا رو راه نداد، خودش آمد، یک پسر بچه‌ای هم همراهش بود، یعنی رانندش بود، به نام محسن طاهری. همین طاهری هایی که الان مدعا هستن، حاج محمد طاهری، حاج مرتضی طاهری، محسن طاهری برادر بزرگش این راننده بود، حاج محسن های طاهری. میگه ولی او زمان یک جوانکی بود، مدعا حاج محسن طاهری مدعا. کافی آمد با آقای طاهری، میگه تا من ردید سلام علیکم، گریه هم گرفت. گفت انصاری به چی گریه میکنی؟ گفتم شل شدم، فلج شدم، روماتیسم من رو زمین گیر کرده. گفت بهترین بیمارستان های ایران میبرم، غصه نخور، من کافی هم قد زور دارم تو رو به بهترین بیمارستان ایران میبرم. گفتم ممنوع الخروجم، من نمیتونم آقا جان. گفت بهترین دکتر ایران رو میارم بالا سرت. شل شدی چیه؟ روماتیسم داری چیه؟ بهترین دکتر رو میارم بالا سرت. گفتم ممنوع الملاقات و ممنوع الورودم، نمیشه کسی دیدنم بیاد، نمیشه آقا جان. گفت خوبت میکنم. گفتم فعلا که شل شدیم. گفت در رو ببند محسن. میگه در رو بس. آمد کنارم نشست. گفت روزخان ابا عبدالله الحسین اگر نتونه یک پای شل شفا بده که به درد لای دیوار میخوره. گفتم منظور چیه؟ گفت میخوام با روزه حضرت زهرا شفات بدم. من که نوکرم، من که کاری نیستم، من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم. میگه محسن های طاهری بچه سال بود، دم در نشسته بود، رو کرد کافی، گفت حاج محسن آقا. گفت بله آقا جان. گفت یک روزه حضرت زهرا برای ما بخون. 3 نفر بودیم، من انصاری شیرازی، شیخ احمد کافی و محسن طاهری. یک روزه حضرت زهرا بخون برای ما. گفت باشه آقا جان. چون من زمینگیر بودم، فلج بودم، شل بودم، افتاده بودم، اویم شروع کرد روزه زمینگیری حضرت زهرا رو خواندن. این روزای آخر که یا علی من ز تب کردن و بیمار شدن خسته شدم، به سر خادمه سربار شدن خسته شدم، با تن سوخته تبدار شدن خسته شدم. یا علی من از این دست به دیوار شدن خسته شدم. شانه از دست من افتاد دل زینب سوخت، چشم من بر حسن افتاد دل زینب سوخت. جان عالم به فدایت مادر. چی شد من این را آمدم بگم؟ من از سر شب همش دلک دارم یک جایی برم روزه حضرت زهرا بخونم، نشده تا اینجا. من امروز شاید از روزای محرم شلوغ تر بودی، هر جا رفتم هی دوست داشتم یک جور روزه حضرت زهرا، تا الان نشده. این آخرین مجلس دیگه، به نظرم ان شاء الله روزه حضرت زهرا بشه دیگه. شانه از دست من افتاد دل زینب سوخت، چشم من بر حسن افتاد دل زینب سوخت. اونقدر آب شدم من که تنی نیست که نیست، مثل تصویر شدم من بدنی نیست که نیست. جز حلالم کن علی جان سخنی نیست که نیست، هرچه گشتم به خدا یک کفنی نیست که نیست. 3 تا کفن رو داده بود دست بیبی دو عالم حضرت زینب، گفته بودی کفنا بهشتی، از بهشت آوردن. این کفن مال من، کفن دوم مال بابات علی، کفن سوم مال داداشت امام حسن. کفنای بهشتیه برامون آوردن. حضرت زینب میگه این 3 تا کفن رو داد، بره خودش، بره بابام، بره داداشم امام حسن. هی نگاه میکرد به امام حسین، غریب مادر حسین. بیبی جان ما میخوایم 1 ماه روزه بخونیم، بیبی جان باید یک نگاهی بکنیم، خودت یک اشکی به ما بدی مادر جان. مادر جان ای فاطمه
زهرا سلام الله علیها. هرچه گشتم به خدا یک کفنی نیست که نیست. میگه دیدم با دست خودش حضرت زهرا بیبی یک پیرهنی رو آماده میکرد، کاش که زودترین پیرهن آماده شود، بهر فردای حسینم کفن آماده شود. میگه این شعرها رو خواند و گریه کردیم ما 3 نفر، محسن طاهری حالا شعرهای حضرت زهرا رو خواند و آقای کافی هم گریه که تمام صورتش غرق اشک، میگه اشکارم با دستش پاک میکرد. بعد رو کرد به من انصاری شیرازی، گفت آقای انصاری. گفتم بله. گفت موضع دردت کجاست؟ گفتم زانو. گفت پاچه ها رو بزن بالا. میگه پاچه رو زدم بالا، شلوارم رو زدم بالا. میگه همجوری که گریه میکرد یه اشکای چشمش رو میگرفت روی زانوی پام میکشید، روی زانوی پام میکشید، هی گریه میکرد. خدا بیامرزه کافی روی زانو میکشید. بعد دیگه روزه طاهری که تموم شد خودش یک روزه خوان، یک بیت روزه‌ای که همه شنیدید و حفظید. میگه همینجوری که روی زانو دست کشید گفت غم مخور یا فاطمه، ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. میگه همینجوری دست کشید به این پاهام. آیا انصاری شیرازی میگه درد پام نشست، درد پام نشست و خوب شد. و کافی بلند شد گفت من باید برم یزد و برم مشهد ولی کاری از دست من هست بگو. گفتم نه دیگه، همینقدر روزه خواندی دست به پام کشیدی انشالله پام خوب میشه. میگه دست کرد توی جیبش، او پاکت به قول بنده خدا میگه پاکت آنچنان نیم پاکتم، میگه این پاکت نقد گرفتم الان جدید از اصفهانی، این خدمت شما باشه، پول مول دیگه کم داشتی فقط به من بگو، به من بگو. آقای انصاری شیرازی میگفت و گذشت و او رفت، من دیگه پام خوب شد، پام خوب شد. 90 خورده ای سال عمر کرده و گفت چشمم ضعیفه دیگه نمیبینه، گوشم کر شده، سنگین شده، نمیشنوه، ولی این پاهام مثل فرفره همه جا میشرخم تو 90 سالگی دیگه. از او شلیت و از او پادردی و از او رومایی دیگه خبری نیست، خبری نیست. وقتی امام زمان از یکی خوشش بیاد و امنون علینا به رضا، خدایا یک کاری بکن امام زمان از ما راضی بشه. ما در طول عمرمون یک کارنامه سفیدی نداریم. خدا شاهده، من خودم رو میگم، اگر بمیرم تقویم زندگیم جلوی من نشون میدن، حتما نشون میدن. اگر توی 12 ماه نگاه کنم فقط شمی ماه محرم شاید روشن باشه، شاید روشن باشه، اونم به صدقه سر روزه ابو عبدالله الحسین. مخصوصا امشب برید حرم امام رضا، مخصوصا فردا برید حرم امام رضا، از امام رضا بخواید بگید یا امام رضا یک کاری بکن رزق اشک ما تو محرم سفر ما رو بده.